شما دارید جهان، فضا و خود زمان رو در ثانیه صفر می‌بینید. این توپ کوچولوی ناچیز الان اینه. سوال، قبل از این کوچولو چی بوده؟ ابتدا نگاهی به ساختار ماده میندازیم و کم کم تو زمان عقب میریم تا ببینیم چی شده. اگه بخوایم مولکول‌ها و اتم‌ها رو در نظر بگیریم، اینا هیچ کدومشون نه تو بیگ بنگ وجود داشتن و نه تا صدها هزار سال بعد از اون. و تو شرایطی ایجاد شدن که جهان به اندازه کافی سرد شد تا مواد پیچیده بتونن پایدار باشن. سپس عناصر اولیه مثل هیدروژن و هلیوم ساخته شدن و ستاره‌ها رو شکل دادن. حالا تو زمان عقب‌تر میریم. قبل از اتم‌ها پروتون‌ها و نوترون‌ها بودن که با هم هسته اتم‌ها رو می‌ساختن. و تنها 1/10,000 ثانیه پس از بیگ بنگ به وجود اومدن. باز هم تو زمان عقب‌تر میریم تا ببینیم قبل از پروتون و نوترون چی بوده. پلاسمای کوارک گلوئون. این سوپ بنیادین و بسیار داغ از کوارک‌ها و ذراتی که اونا رو کنار هم نگه می‌داشت، یعنی گلوئون‌ها تشکیل شده بود. اما سوال اینجاست که خود این سوپ از کجا اومده؟ خلأ کوانتومی و بافت فضا زمان. طبق یک نظریه حتی تو فضای خلا هم نوسانات انرژی وجود داره و همین نوسانات ذراتی رو پدید میارن که سریعا ناپدید میشن. پس خلا چیزی بیشتر از هیچه. اما باز هم سوال پیش میاد که خود این انرژی از کجاست؟ باید باز هم تو زمان عقب و عقب‌تر بریم تا به دوران باستانی پلانک برسیم. اولین دوران کیهان که در اون قوانین فیزیک بی‌معنی هستن. این دوره تنها 1/10,000,000 تریلیونوم ثانیه پس از انفجار بزرگ رخ داده. در عصر پلانک درک ما نسبت به زمان و مکان از بین میره. پس در نهایت چطور همه چیز میتونه از هیچ پدید بیاد؟ تا جایی که ما فهمیدیم تمامی تلاش‌ها برای پاسخ به این سوال در حد حدس و گمانه. بعضیاشون به یک طراح بزرگ از نیروهای ماورالطبیعه اشاره میکنه و سایر توضیحات هم تو قلمرو فیزیک باقی میمونن که یکیشون هیچ ناپایداره. هیچ ناپایدار که خودش سازنده همه چیزه. عدد صفر رو در نظر بگیرید. این صفر میتونه حاصل جمع دو عدد 1 و -1 باشه. پس اگه هیچ رو بشکنیم به یک جهان و یک ضد جهان میرسیم. جهان همون ماده با انرژی مثبت و ضد جهان همون گرانش و انرژی منفی. و در نهایت همه اینها دوباره منقبض میشن، فروپاشی میکنن و به یک گیگا سیاهچاله تبدیل میشن. و پس از مدتی بسیار طولانی این سیاهچاله عظیم هم تبخیر میشه تا یک بیگ بنگ دیگر رو رقم بزنه. پس همه چیز به هیچ میرسه تا دوباره به همه چیز برسه. اما برای پاسخ به این سوال که این انرژی اولین بار چگونه از هیچ سر در آورده، باید بفهمیم که وضعیت جهان در دوران مرموز پلانک چطور بوده. پس باید به نظریه همه چیز برسیم.